یادم میفته هر بار قلبم درد میگیره. نه ولی تو واقعا جز اون معدود آدمایی بودی که بعد ازدواج اصلا دوستی تو حفظ کردی و حتی عمیق‌تر. و با حرفت موافقم. ببین دقیقاً ارسطو هم همینو میگه. یعنی چون دوستی برای من خیلی مهمه، من راجع به دوستی خیلی مطالعه کردم و چکیدم. ارسطو میگه که دوستی‌ها سه نوعن. حالا اینو هزاران سال پیش گفته که دوستی‌ها سه نوعن، یا بر پایه لذتن، یا منفعتن، یا فضیلتن. تو خیلی کم پیش میاد یه بچه 15 16 17 ساله، البته نسل الانو نمیگم، حالا میگم عقب‌تر خودمون رو میگم، اون موقع که پیدا کنی که دوستی بر پای فضیلت داره، بخواد طرفو رشد بده، تاش به همون درس ختم میشه. بیشتر لذت آخ زنگ تفریح این کارو کنیم، بعد مدرسه بریم این کارو کنیم. اردو اصلا این اردوه یه گشایشی بود به دوستی. منفعت هم اون موقع زیاد متوجه نبودیم، یعنی واقعا فقط لذت بود. منفعت حالا اومد مثلا اینجوریه که با یکی دوستی میکنی، باش پروژه داری، یه کاری برات انجام بده، یه جای آشنایی داره و هیچ کدوم این دوستی ها محکوم نیستن. ولی وقتی بزرگتر میشی میفهمی که اون دوستی که میتونی دوستی بر پایه فضیلت داشته باشی و فضیلت رو تعریف میکنه، میگه که یعنی بتونه رشدت بده. یعنی دوستی دردناکی ممکنه بشه، حقایق رو بهت بگه که تو همیشه این مدلی، یعنی میگی که من اصلا مهم نیست که دوستم قرار ناراحت بشه یا نه، یکی باید حقیقت رو بهش بگه آقا اینجا داری اشتباه میکنی. واسه همینه که تو موندی دوست من. یعنی من نگاه میکنم از زمان دبستانم تا الان، حالا دوستای دیگه هم دور میبینم، دوستیای خیلی زیادی دارم، هنوز با آدما دوست میشم، ولی اون کسی که دقیقاً این رشد سه مدل رو باهاش کردم تو بود. یعنی تو نگاه کنی من با تو کار میکنم، دوستی بر پایه منفعت، با هم دیگه عشق و حالمون رو میکنیم، دوستی بر پایه لذت، و دوستی بر پایه فضیلت خیلی مهمه.